اعتماد به نفس. آقا اول باید بهت بگم که اعتماد به نفس چیزی که با تمرین و تکرار ساخته میشه. پس اصلا نگران نباش. چون قرار من اینجا چند تا راهکاری ساده اما خیلی موثر رو بهت بگم که میتونی خیلی سریع اجراش بکنی و به نتیجه دلخواه خیلی زود برسی. پس با من همراه باش. بریم. اول از همه شماره 1 تایید خودت رو پیدا بکن. یعنی چی؟ یعنی هر روز یه کاری رو که خوب انجامش میدی یا مثلا یه حسی که داشتی و حس خوبی بوده درباره هر چیزی و هر موضوعی اونو بیا بنویس. مثلا من امروز کارمو نیمه تمام نذاشتم، کامل انجامش دادم. یا مثلا امروز خوب صحبت کردم، امروز زیبا صحبت کردم. همین یه دونه کار باعث میشه که ذهنت کم کم عادت داده میشه به دیدن نکات مثبت. شماره 2 لبخند بزن و وضع بدنت رو درست بکن. یعنی چی؟ خب وقتی که حالت بدنت باز و مطمئن باشه قطعاً ذهنت هم اعتماد خیلی بیشتری پیدا میکنه و لبخند زدن کلاً باعث میشه که اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی و توی نگاه دیگران هم خیلی جذابتر میشی. البته باید بگم این لبخند زدن به این معنی نیست که مثلا ما را برم مثلا کرکر و هل خنده بکنیم. یه لبخند خیلی ملیح گوشه لبت باشه، خصوصا وقتی داری با دیگران صحبت میکنی. چشمات یک حالت لبخندی توی چشمات باشه. این تو رو خیلی با اعتماد به نفس تر و خیلی گیراتر میکنه توی چشم دیگران. شماره 3 با آدمای مثبت باش. یعنی آدمایی که یه جورایی منفی نگرن، دیدگاه منفی دارن، حرفای منفی میزنن رو مثلا سعی کن با اونا زیاد نباشی و وقت خودت رو با آدمای انرژی مثبت بگذرون. انرژی مثبت یعنی چی؟ یعنی کسایی که دیدگاه قشنگی دارن، راجع به چیزای قشنگ صحبت میکنن، موضوعات خیلی قشنگ تو حرفاشون هست. بیشتر وقت تو با اونا بگذرون، چون این کار باعث میشه که خودت احساس ارزشمندی بیشتری پیدا میکنی و در نتیجه اعتماد به نفست رو هم بالاتر میبره این کار، چون احساس ارزشمندی میکنی واقعا. شماره 4 تمرین مهارت‌های جدید. مثلا ورزش کردن، هنر، نقاشی، هر چیزی که دوست داری. یک مهارت جدید یاد بگیر. این کار باعث میشه که حس خیلی خوبی پیدا میکنی. همیشه یادگیری یک مهارت جدید باعث میشه که اعتماد به نفست بالاتر بره و همچنین همیشه باعث احساس قدرت در درون آدم میشه. حالا اون مهارت میتونه هر چیزی باشه. مثلا یادگیری حتی یک سشوار ساده خودت به موی خودت بکشی. هر چیزی که میتونی احساس کنی بهش علاقه داری یا برات مفیده یادگیریش. پنجمی میتونه این باشه، به خودت جایزه بده. مثلا وقتی یه کاری برات سخته انجامش میدی و یا کاری هست هر چیزی که خیلی به تعویق میندازی، یه جورایی امروز و فردا، وقتی انجامش میدی موفق میشی به خودت جایزه بده. یه چیز خوشمزه، یه استراحت کوتاه، هر چیزی، یه تفریح کوتاه. اینجوری باعث میشه که ذهنت عادت میکنه برای جایزه‌ای که دریافت میکنه، برای اون احساس شیرینی که دریافت میکنه، تلاشای این مدلیش رو بیشتر بکنه. ششمی تصویرسازی مثبت داشته باش. مثلا تصور کن در آینده چه کسی هستی و چه کارهایی انجام دادی که باعث شده الان بهشون افتخار بکنی. این تمرین باعث میشه که تو باور کنی توانایی رسیدن به خواسته هات رو داری. حالا مهم اینه که شروع بکنی. اصلا مهم نیست که چقدر کوچیک، فقط مهم اینه که شروع بکنی و ادامه بدی و باور کنی که میتونی انجامش بدی. ممنون میشم که من از عشقتون بی‌نصیب نذاری. تا ویدیوی بعد. فعلا.